خدا لبخند رو در لب گذاشته که لبخند بزنید، زیبایی رو خلق بکنید. یه لبخند میتونه دنیای غم و اندوه از طرف مقابل در بیاره و پیامبر گفته تبسمک فی وجه اخیک صدقه. خدا لبخند تو لب نگذاشته که ما اخم بکنیم. اگر خدا نمیخواست ما لبخند بزنیم، شادابی ایجاد بکنیم، طرف مقابل رو به وجد بیاریم، خب چه فلسفه ای داشت که خداوند لبخند تو لب قرار بده؟ هر چیزی که بتونه طرف مقابل، مخاطبت، همسایت، خانوادت، همسرت، پدرت، مادرت، فرزندت، همکارت، دوستت، رفیقت، هم نوعت، هم کیشت رو شاد بکنه و شاداب بکنه و امیدوار بکنه و سرحال بکنه، به وجد در بیاره، او کمتر از نماز نیست. او کمتر از نماز نیست.